اکن امت نزدیک شده 15 دقیقه پس فهمو گوش اکن امت جان همین کرا سیده درست خونه روید ینگه در خونه نه من کم تر کاری دیگه مونده است نه من حتما میام مالی هم کم تر کاری دیگه موندگی مالش با مالش Asal. Au, ce nağzın? Meşa, nağz xıton sos, tenc. Ay kujo, na pulaşa mebinim ona mulaşa. Hiçi, huşu yoşaş huşu yodaş fakat ba uçaconaş. Bezor şudam, judo ham şudem, voliyam hamu xeyb. Çi? با فکرم با همون اوچاجونش روان میکند ای کجا پول گفتی تمام تلخش میکفد ها اوچا همون تشتو بیاوردگی دو یگون تاثیرش نیست نمیدونم تاثیر نکرد همون را میگم یه بار پیش مومای شمسیه میرفتید میگن که تشتا بود اشتای وای نغزه مایل سوچه جان خواهی همین روز حتما همین مسئله رو بینید مایل سوچه جان مایل سوچه ما انتظار میسارم خواهی اوچه جان خواهی میدونی با آسمون است مونده شده دا؟ قدر بلان بوده است نامشگیر و گوشش کش این بلا باز از کجا پیدا شد با کجا اومدی نه از تو خلاص شدیم یگان کس نیست چی؟ در رو نمیکشه بهرام جان گفت که کیلین در خونه است یک بار دیگر تخت کن در کشه جمیلا کلات کار فرما ممکن خوابش بردگیست خیلی ممکن یک بار دیگر در رو زن بچی کشویم یا نه کشویم نه میکشویم نه از تو خلاص شدیم
و تو چی به مو خلل میرسونی؟ من نیستم. به فکرم کلین در خانه نیست. یک به بهرام جان زنگ زنم. بازی خود. لبه کنیم بهرام جان شما در کجایی؟ اون در پوشیدرتون با فکرم در خونه کسی نیست. که در خانه هیچ کس بود؟ جنگل در خانه بود؟ چیکار کنید؟ اکا نه حاضی بس حاضی من زنگ میزنم یک زنگ زنم کنیم مالش اکا نما حاضی کم تر تو خط کنید دوز من رسیده میویم مالک جون این تلفن شما میگیره مالک مالش خب باش کم تر صبر کنید بهرام جان چی گفت؟ بهرام جان گفت که منتظر شوید حاضر رسیده میاد. این تر باشد بچه انتظار میشویم. کم تر دم گیرم. مالش این کلیم به کجا رفته باشد؟ بهرام جان او را از آمدن ما خبردار نکرده است. خیر انتظار میشویم. خاله جان لبک کلیتون در اونجا کار میکنن؟ نه بچه خونشین با فکرم خوشتومانم میوید گفته با بزرگ رفته است. بیگانی تشکیلی سم شما خوشتومانی خوشبختی بچه تشکیلی ها وزنی نه؟ اینه بهرام جان اومد. اوه بچه جان آمدی سلام بچه جان آمدی سلام اکنی بچه بباشید کمی دیگه کردم هیچ گم نیست. اوی کلین در خانه نفست حاضر میبینید بچه جان حاضر نفسیگر من کم تر کارم این روز زیادتر بود نه چه گفتی بچه هیچ گفتی مرحمت کنید بچه جان مرحمت اکنی بچه مرحمت بهرام جان من کار دارم. این سابوتی های کمپی رو بیرون من رفتم. خب این چه میشود هیچ گم نیست. بیدر اومد یک کنه چون میگفتی بکن روی سفید بود خیلی خاله جان رحمت اکا جان مایلش سلامت باشید مالش خب مرحمت باشید مرحمت بهرام کلین در خانه کن
چشم خالجان نازن سوزن سلامت سوز همه نفس خوب سلامت باشه خالجان بچه‌ها، این چگونه نماز است در این ساعت؟ خیر برام شب مرد جان سحر بامداد خونده نتانستم برای هوا قضایی را خوندم هیچ گپ نکرد بر وقت خیستن نمازی بامداد رو خونی چیکار میکنن؟ روزی دراز خواب میروی. اقلا تلفنت رو نمیبرداری. مادر بیچارم در بیرون. بهرام خالجان دیگه سوز نست رحمت شینه خالجان با حضور شینه شما از قشلاق سلامت. سلامت باشین قشلاق همه سوز همتی بود باشین در خالجان اینجا نه عاقل هستن نه گاو نه مالکی مانده شوی. من حاضر روزی خالجان دراز خوابی. بهرام جان بچه آروم شو بچه جون شد شما اشتن گیره تازه من مالش بچه بیمالم روش بزنک بگهی یکم خوروکی بومازه پزی ها؟ وای باشد که پزم با دو کартошка و دو پیاز خوراک با مزه پخته می شود ها اگر شود مرحمت پختن گیرید و تامین کنید پختنش تنی من مردک بسیار بد نکن زنک و دین روز خرید کرده بودم علکه تمام شدن و دو خلطه اووردگی چی می شود مگر نفس قپیده می شود ها نه می شود کنی گو خدا با شکر کودکامو کلان شدند ها اگر تو آچه جانی مرا در نظر داشته باشی از روزی آمدنش تا حاضر مزهش نیست بیچاره حتی اشتها ندارد عیب شده بهرام جان بازی نباشه جان سراسیمه شدم ناخونهایم را نگرفتم ای بیزار شده اگر یگان ناخونگیرت داشته باشی بیار ناخونهایم را به ترتیب درآورم هیچ یاب نیست جان حاضر مالش عیب شده بچه جان انا این به شما توفه لازم نبود بچه در دیه دارم بچه جان این یک آهنک هست هیچ گپ نیست در کار میشه بچه جان اکنون آماده باشید خدا خواهد سحر بیمارخانه رفته باید از تشخیص گذارید آخر 10 بار گفتم اوچه جون بیایید از تشخیص گذارید انا میایم گفتید و شیشتی انا بعد به همین احوال گرفتار شده و پدرت رو با کی میموندم در خانه یگون کس نیست که وی رو نگاه بکنم رمضان هم نیم شد همین که تمام شد البته تبابت میگیرم مالش بچه بچه جان برای شخصی بیمار روزه خوردن ممکن هیچ گناه نداره اکنون بیماری رو بهانه کرده روزه نگیرم این عیب میشد بچه قریب تمام شد خیر یکم راه شما مصلحت میکنیم یکی شما پدرم رو هم باید میومردید خیر باید وی هم از تشخیص میگذاشت انا با پدرم میگویم که بیا پدر جون از تشخیص گذار نه من شهر نمیفورد چوی انسان است آخر پدرت دقی نفس است باد و هوای شهر باشد بسیار وزنی خودت میدانی که باد و هوای دیه بسیار تازه است برای همین نمیفورد بیاید بهرام حاضر رو چه جان حاضر مالش چی میگویی؟ نخونگیره کنی؟ کدام نخونگیره؟ نخونگیره که من کنی؟ چیه نخونگیره که تو؟ نخونگیره که در بالای آینه بود کنی؟ من از کجا میدارم یک نخونگیره گرفتن با مادرم بوده بود تو برای چی به اجازت من مال شخصی من رو گرفته به هر کس میدی؟ چی؟ وای هر کس نیست وای مادری من است میفهمی مادری من و اون موری که تو میگویی یک آهنک است هیچ ارزش ندارد یک وای برای تو ارزش ندارد برای من باشد از نقره و طلا هم گران است فهمیدی
خیلی نکن بازی رفتن نوش رو خریدم میارم. با من نوش لازم نیست. چیزی که من خریدگی بودم رفته بیار. نوش رو با مادر جانکت خر تا که مال دیگران را صاحب نشود. تو هم مالدار شدی اکنون. بیعقل. بچه جان میدونه من کم طرف خطا کردم بچه جان. روز دیگه من باید انا همین نخونگیره که خوبترش رو به شما میدودم، لیکن من گرنگ بفهمی کرده نخونگیره که پسیفت رو به شما دادم. بچه جان لازم نیست، گفتم که در دیه دارم. بچه جان آخه این چه میشه و دل من آرام نمیگیرد. این رو به من دید، انا این رو گیرید. بچه جان آخه هر دوش رو گیر، من در دیه نه دارم. بچه جان در کار میشود بچه. اوزه بچه جان نه بسیار بفهمی کردم. بچه عجیبه. ما گیر مالت را نصیبت کنم. اوستا میشکنه به پول اومده است. بسیار گپ نزن زنه، بسیار گپ نزن. حالا با تو بعد گپ میزنم. برای چی بد؟ ها؟ برای چی بد؟ گپت باشد خوزید گپ زدن گیر؟ از چی میترسونی مرا؟ ها جوابم را دادنی. هی جوابم را دادنی باشی خودی حاضر جوابم داده. من بیزار شدم فهمیدی؟ بیزار شدم بیزار. که همین مادر جلاجینت به همین خانه می آید دیگر در این خانه ما روزی خوشحال نمیبینه. پس گپ زن. با زبان دراز شده است؟ حالا من جزای تو رو میدیم احمق. اوچه با کجا؟ بچه جان من همش رو شنیدم. من نمیخوام که از پشت من زندگی شما ویران شود. اگر دعای مادر رو گرفتن خواهی سعدی رو هم را نگیر. من که روم. خیر جانی اوچه. بچه جان این ماجرای ما با شما هیچ دخل ندارد. این مناسبت شخصی ما است. من جانی اوچه من روم. بچه جان خیر جانی اوچه. اوچه به کجا میروید اوچه جان؟ اوچه مالت رو گرفتی؟ من مالی مادرم هستم. پناهت بر خدا. بهرام سوده. ولی من کار میکنم که زمین گزیده نزد خدا کم میاد.